که فکردی با یه حرکت 2 تا رو وزدم. البته ببخشید من مزاحمتون میشم، وقتتون رو میگیرم، ولی در هر مرحله مهره یه دونه حرکت میتونه انجام بده. الان ایشون 2 تا حرکت انجام داده. این نه بازیکن نبیدی، وگرنه هر مهره وتونه 10 تا حرکت وکنه. حالا تو جا و یاره برا جوجه چه کار بخوای وکنی؟ نگاه بکن. نه این دیگه 2 تا حرکت، این 3 تا حرکت بود. این نه فهمه. خود 3 حرکت باشه که چه؟ نمیشه 3 تا حرکت نمیشه، تو هر مرحله باید 1 حرکت کرد. مگه پرش سگام نبدیدی؟ تو هر یه پرش 3 بار ور میجکن میشه 1 پرش. یعنی هر 3 تا گام میشه یکی. بله خیلی کاملا این مرحله رو من فهمیدم. در این ورجکیدن اسبتون اوریب حرکت کرد. مگه اسب اوریب حرکت میکنه؟ او اسب شهریه که اوریب حرکت نوکنه. اسب اگه درست تربیت وکنی هم اوریب حرکت وکنه، هم یورت ممره، هم 4 نلورت، هم جفتک بندازه. سرباز 4 خونه میاد عقب دیگه ها. اگه گذوش بازی وکنیم. خب سرباز وقتی حمله وکنه ورد جلو، وقتی بخواد عقب نشینه و کنه خب باید عقب دیگه. این نه فهمه دیگه. حالا میذاری بازی بفرمایید، من دیگه مزاحمتون نمیشه. تویی بازی بکن. تویی حالا با 12 حرکت دیگه مات بیدی. چه کار بخوای وکنی؟ این چه کار وکنی؟ بازی رو بباختی. اگه من بازی رو بباختم پس چرا من به هم وزدم؟ نه بفهمم. بازی کم بیاوردی دیگه. من برای اینکه من فهمیدم که این بازی رو ببرم گفتم بی خود وقتمون تلف نبشید. از الان دیگه همه چی معلومه. این بازی رو من وبردم. تو وباختی. کیانوش بپرسی. کیانوش شوهر خواهر تو بید اصلا قبول نبید. نه گوش بگیر ببین چی بگیر. کیانوش اصلا انگار نه انگار که تو شوهر خواهر من بیدی. گوش بگیر اصلا تو فامیل من نبیدی. بی طرف قضاوت و این بازی کی وبره. آخه من چی بگم؟ نه گوش بگیر تو اصلا منو نبشناسی. اصلا تو فکر کن منو نبشناسی. اصلا شوهر خواهر منم نبیدی. این بازی کی برده؟ به وجدان خودت رجوع وکن و گو این بازی کی برده. خب من اگر واقعا بخوام که فکر کنم شوهر خواهر تو نیستم و خیلی درست بخوام قضاوت کنم و به وجدانم رجوع بکنم، به هر حال کسی این بازی رو در واقع باخته که بازی رو به هم زده. در واقع تو باختی کیوون. خجالت وکش. باختی. من که هیچ باورم نمیشه. تو داور بیدی اون وقت و گفتی که این شیر فرهاد و باخته این کیوون و برده. ای بابا خود شیر فرهاد گفت فکر کن که ما با هم قوم و خویش نیستیم، فکر نکن تو شوهر خواهر منی، به عنوان یه غریبه درست آقا شما مگه نگفتیم به من؟ خب بگو که تو شوهر خواهر من نبیدی. تو خودت نباید یادت فهمانه. من اصلا فکر نکردم تو اینجوری باشی. اصلا فکر نکردم که من فراموش بکنی. ای داده بیداد عجب دنیایی شده بید. از قدیم و گفتن که من از بیگانگان هرگز نبنالم که هر کار با من وکرد این آشنا وکرد. وی تو چطور تونستی که یه پایین براره ای رو بازونی که یه بالا براره ای ببره؟ ای داده بیداد من اصلا هیچ فکر نکردم که تو کیوونو به بردرزن ترجیح بدی. چرا اینجوری به قضیه نگاه میکنید؟ خیلی ساده است. خودتون قضاوت کنید. کیوون و شیر فرهاد دارن با هم شطرنج بازی میکنن. شیر فرهاد میبینه عقب افتاده بازی رو به هم میزنه. تو این حالت شیر فرهاد بازنده است یا کیوون؟ خب معلوم بید کیوون. ای بابا اگه از یکی یه ذرم عقل تو کلش باشه و برسی و گوه که کیوون باخته. سالا جون شما که متوجه نیستین. شیر فرهاد بازی رو به هم زده. خب بله شیر فرهاد چون بدونست که داره وبره بازی رو به هم وزد که وقت بقیه تلف نشه. حالا اینا تو صبح وگو این نفهمم. من نفهمم. ببینم پس هر کسی تو هر مسابقه اگه دید جلو افتاده میتونه بازی رو به هم بزنه؟ معلوم بید بله، مگر که بخواد وقت خودشو بقیه رو تلف کنه. خب اومدیم و یکی توی مسابقه داشت میباخت
بعداً اعلام کرد که من فکر کردم چون داشتم میبردم بازی با هم زد. تکلیف چیه؟ اون نمیشه، نه اون نمیشه، برای اینکه اون تقلب بید، تقلبم با تقلب برندگی قبول نبید. بابا معلوم بید بازی داور داشته بید، از او باید وپرسید. باریکلا، من داور بازی بودم. من تشخیص دادم که شیرفرهاد به عمد بازی رو به هم زده، واسه همین کیوون رو برنده اعلام کردم. خب همین دیگه، تو به ما خیانت وکردی، تو از پشت به ما خنجر وزدی. این شیرفرهاد هیچ وقت از این کیوون چرمنگ عقب نیفتاد. اصلا تو باید تکلیف تو با ما روشن بکنی. تو اگر داماد ما بیدی، بی طرفم بیدی، باید طرفداری ما رو کرده بیدی. ببخشید، وقتی من میدونم کیوون برنده است نمیتونم شیرفرهاد برنده کنم. ها گوش نکن چی بگوام. زودی همین الان جلپراست جمع بکن، برو پیش کیوون جونت. من متوجه نیستم چی میگی. و شنیدی که بوام چه و گفت تو دیگه اینجا نبتونی زندگی وکنی، زندگی تو جمع وکن، برو پیش همون کیوان جانت زندگی وکن. اینا دارن دوباره شروع میکنن. تقصیر توه اینا. سرنازور و تفنگ من بیار، این لولش هوزارم تو حلقه. اینجور نبفهم. کیوون جا، من میتونم یه چند وقتی پلو شما زندگی کنم؟ نه نبتونی. خب منو به خاطر تو بیرون کردن از خونه. خب حقت بید. خوب کاری وکردن. خوب کاری کردم. من اومدم از شما دفاع کنم، این اتفاق افتاد. خب بی خود وکردی. اون برادر زنت بید، من که نبیدم. خب کم کم دارین دیوونم میکنین. من یه کاری دست خودم میدم. یعنی ببین کیانوش جان، من اگه جای تو بیدم از اینجا ورفتم. اصلا خودم هم تو همین فکر هستم. من باید برم یه چند وقتی، بلکه این سحرناز قدر منو بدونه. تا وقتی نوری کسی قدر تو نودونه. میرم. من همین الان از اینجا میرم. کجا؟ پول وده، 100 تومن وده. واسه چی؟ برای که بهت راه حل گفتم. دیوانه شدی؟ مثل من دارم فرار میکنم ازت، شما من پول میخواد. من به شما راه حل گفتم. لطف کن پول وده. نمیدم، پول نمیدم، لطف نمیکنم. اگه نودی شکایت وکنم. خب راست میگه دیگه شمپه. این حق و حقوقی داره، باید حق و حقوقش رعایت بشه. به تو کمک فکری کرده، الان هم پولش میخواد. این روزا مفتی که کسی فکر در اختیار کسی نمیذاره. تو اصلا سبیلت کجای الدنگ؟ سبیلت کجای؟ تو دیگه چی میخوای؟ سرت انداختی همینجوری آمدی تو؟ من آمدم این حقم بگیرم. تو چه حقی داری؟ اگه کسی قرار باشه حقی بگیره اون منم. کیانوش نبخواست که وره، من کاری کردم که ورد. اگر قرار باشه کسی پولی وگیره، این منم که رازیش وکردم که ورد. خب راست میگه دیگه، اینم حقوقی داره، باید حقوقش پرداخت بشه. همینجوری اگر این شما را اذیت نمیکرد تا 100 سال سیاه که تو به فکر این نمیافتادی که از اینجا بره بیرون. پولشو بده. تو اصلا سبیلت کجای حلدنگ؟ اینجور خوشیدتر. بچه سبیلتو بدون اجازه شاندار بریزدی. بندازم تو بازداشتگاه. نه پولشو بده آقا. پول بده. پول اینو بده. من پول بهتون میدم، فقط از اینجا میرم که دیگه قیافه هیچ کدومتون رو نبینم و باید رسما ازم عذرخواهی کنیم، بعد بیاین دنبالم. ای ورفت. بسیار خوب. این پول جریمه ای که الان اونو بده بی زحمت. بده من ببینم. این به 3 قسمت مساوی تقسیم میشه. اونم بده من. 2 قسمتش مال من، 1 قسمتش مال شما 2 تا شمپیتا بین خودتون به صورت مساوی تقسیم کنید. چه شد؟ من نفهمیدم. ولی من فهمیدم چی شد. حق شما رعایت کنیم حالا. واسه گردن خود استفاده کردی؟ گردن خود که استفاده بده من ببینم چیه؟ نامه بید بگیر بخون. این دیگه چه خط مزخرفیه؟ این چی نوشته ای؟ اینو پستچی داد و گفت که این چیز نامش خارجی بید، از خارج وی اومده. نامه که از خارج آمده باشه احتمالاً خیلی مهمه. بوی پول و یاد. حتما پولدار باشه. خب کسی بلد نیست اینجا خارجی بخونه؟ بردار دستت. کیانوش بلد بید که اونم رفت. اینجا هیچکی فارسی هم بلد نیست، چه برسه به خارجی. انگلیسی. کیانوش یه کمی بلد بیده که اینم ورفت. کجا رفته؟ بچه بدون اجازه من گذاشت رفت. من اجازه دادم که برم. خودتون ورگفتید وره. خب من گفتم الانم دستور میدم که برگردم. زود برگردم. برنگرده اونقدر عصبانی بید که حالا باید نازشم برکشید. من بلدم چجوری اونو برگردونم. باشین با من بیاین ببینم.
پاشو برو از این پول ودید پاشو بیایم بیرون. بابا بلم کنید. چی کارم داری؟ تو هیچ جا نبری. فکر نمی‌کردم اینقدر بی جنبه باشی نسبت به شوخی. من دیگه محاله برگردم براره. من میخوام برم تهران. و مگه ما وعده داریم بری تهرون؟ ما بی تو چیکار بکنیم؟ بابا چی کارم دارین؟ نبترس و خواهیم حلوت بکنیم. بریم دیگه. بابا نمیام. واسه چی دوباره منو برگردوندی؟ برای اینکه من نشستم تجدید نظر کردم دیدم که اگر شما اینجا باشی خیلی خوبه برای جامعه براره. خب الان چی کار من باید بکنم؟ الان شما این نامه رو بردار بخون. این که انگلیسیه که. خب اگه این نبید که خودمان وخاندیم که. خب نفهمم. این نامه رو یک متخصص تمدن‌های باستانی بین النهرین نوشته. اجازه بدین. بله اینجا گفته که یک بز 7-8 ساله اینجا هستش. یه مقدار اطلاعات راجع به این بز میخواد. بز 7000 ساله؟ بز خیلی عمر کنه 6-7 ساله. 7000 پارک و بریزور خودم پاش بر بیرون دیگه نیازی نیست. بله همین دیگه اینو نوشته. ما اینجا بز به 7000 ساله نوداریم، جزئی بزی که توی میدان بیده. چی؟ این بزی که وسط میدون 7-8 سال قدمتشه، اومد زیر آفتاب و بارون و برد ولش کردین. خب این بز تمام موزه ها میخرنش، میدونی چه قیمتشه؟ ای بابا من اصلا بی خود اینجا بودم، ببخشید. ورفت. خب شما ورد باش گم شد برید بیرون. تو بچه اینجا نشسته نه خورکتک باش گم شد بیرون. تو بچه مرده اینجا. سلام سرورم از کار نور کردم اقلا دو به همزه این چیزی را اندازی خور حال بیام. خوش برو آفتابه رو فعلا آب کن. باشو. ای بابا یعنی چه آخه؟ این بز حق ماست، مال ماست. یاور بی خود از خودش حرف در ور کرده که کسی نباید به اون دست بزنه. 7000 سال دلمون خواسته وزاریم وسط میدون، حالا دوست داریم وزاریم اینجا جلو چشممون. با خودت ناراحت نوکن. فردا صبح که خواب پاوشی چشک واوا کنی و بینی حق به حقدار رسیده. ای بز و وزارم همینجا که همیشه کیانوش می نشست. پسر جان خب نبشه که آخه بز با اون بزرگی رو ویارید تو خانه که چه وشه. ما همین الان هم جامان تنگ بی. بابا شادونه قصه نبخور. ببین بذار ما حقمون رو بگیریم. اگه دیدیم جامون تنگ بید، خب البته تنگ بید اون وقت بزو وف میشیم. ببینم سرناز تو چه بیچه رو نبخندی؟ من اصلا حواسم اینجا نبید بوا. کجا بید؟ نه هیچی، اصلا ولش وکنی. چی رو ولش وکنیم؟ خب اینه من از دست خودم عصبانی بید. وی چرا دخترکم؟ خب اینه همین جوری بی خودی علکی. وی هر وقتا خب وکشتیمون. نه وگو هم من دلم برای کیانوش تنگ وشده. نبخندی همین خنده های شما بود که این بچه رو پر رو بکرده. آخه این بچه بود تو تربیت بکردی؟ سالار خان شما خودتون ناراحت نمکن. شوخی وکرد شوخی وکرده. تازه داشتیم از شر این کیانوش راحت وشدیم یه نفسی وکشیدیم. نه من شوخی نوکنم. بس بی دختر خجالت وکش بد بیده. من خجالت وکشم ولی این دلم برای شوهرم تنگ وشده و خوام زودتر بروگرده. او دیگه بر نوگرده. او گفت که اگه نامه ای به قربانت شوم برام وفرستی ما بر نوگرده. گوش بکن سرناز، حق نداشته بی یهو براش نامه ای به قربانت شوم برمیسی. آخه ای سوادش کجا بید که نامه و نویسه؟ چی نخوای برات برنویسم؟ اینه یه چیزی و نویس که این فهمه که اینجا جاش خیلی خالی بید. جاش خالی بید. ببین سحرناز ما باید یه جوری از خودمون احساسات اشغولانه در وکنی یه چیزی بنویسیم که رمانتیک وشه. خب این رمانتیک چی بید؟ نه دونم. من فقط میدونم. ببین سحرناز شما فقط باید از خودت یعنی به ندای قلبت گوش بدی خب و هر چی که اون گفت همونو انجام بدی. اینجوری خب پس صبر کن.
نه این ونویس که از وقتی نامه به دستت برسید 24 ساعت فرصت و داری که بر ببره. اگر بر نوگشتی پوستی از کلت وکنم که تو تاریخ برره ونویسن. هاشم ونویسن؟ نه بابا پررنگ ونویسن بدتر. خیلی خشن بید، زیادی رمانتیک نباشو. نه اشکالی نداشته بید. این عوضش وقتی به دستش برسه خوشحال بشید. این فوری ونویس ودیم که براش ببره. ها پررنگ ونوشتم. فکرم کی بوزو بیاریم؟ ساعت 2 بوز اینجا بید. میخوای منم بیام کمکه؟ من ساعت 2 ورم اونجا. اگه زورم نرسید بعد شما وعید اونجا که با هم وع بریم. خیالت راحت بشه، من 2 نصف شب توی میدون هستم. گوشاتونو باز کنه ببینین چی دارم میگم. امشب نصف شب میرین تو میدون، این بوزه ور میداره میارین تو ژاندارمری. حواستونم باشه که کسی شما را نبینه. خیلی هم مواظب باشین که از دست شما نیفته یک گوشش بپره. یک گوشش بپره این اسکناسیه که گوشه نداشته باشه قیمتش نصف میشه. خیالتون راحت ببید. مطمئن باشید قربان. خیلی خوب. سرجی خواه تو هم شبا اینقدر سیر نخور. چشم قربان. خوابیدی یا بیدار؟ نامردی نوکن. اگه بیداری وگو. پس مطمئن باشم که خوابی ها. کجا؟ تو دیگه چی میدی وجدان شیرفرهاد؟ شلوغ نوکن منم بگویم کجا. وخواب برم دستشویی. وخوای وری دستشویی یا وخوای وری او بوزه و دزدی؟ نه وخوام برم دستشویی. اگر 2 دقیقه بیشتر طول وکشه همه یه برره رو خبر وکنم. حالا برو. نه پس چی وشو؟ نه وخوام اینجوری عجله‌ای نباشه. وخوام نه کجا؟ دارم ورم دستشویی. وگویم وخوای به جای اینکه تک تک بریم دستشویی با هم بریم بوزه رو دزدیم. من که نوخواستم ولی حالا که گفتی رو تو زمین نوندازم. ولی سلام شدم قربان. بوزو دزدیدن. چی؟ بوزو دزدیدن. بوزو دزدیده بیدن نبی تو. شما چه غلطی میکردی بوزو دزدیده بودن؟ قربان ما رفتیم یعنی حوض پر آب بود ولی بوز نبود. کسی چیز مشکوکی رو ندیدین اونجا؟ اونجا آدم بیت اونجا. آره. برشی دستگیرش نکردین شما تا؟ دستگیرش نکردیم داد وزنی دستگیرش نکردیم بیرون میده. خود صداش گفت ببینم کی بودایی؟ بیای تو و چوکی. همش اونجا میدن. سلام علیکم. از دم دستگیر کردیم دیگه همه رو. سلام علیکم. یک نفره ها؟ چه غلطی شما میکردین نصف شبی تو میدونه کار را بود؟ ما بگوام زیاد ما بگوام. من شبا از خودم بیخوابی در وکنم بعد برم تو میدون همجوری یه بادی به کلم بخوره. آقای اره چیه دستت؟ خب این معلوم بود جیگر این برای دفاع شخصی بود که به این حمله نکنه. بقیه چی؟ بقیه هم اومدن هوا بخورن نصف شبی؟ تو که اخلاق من نمیدونی، من همه شبا بیخوابی میزنه به سرم. امشب هم زده بود به سرم، رفتم دور میدون یه چرخی بزنم که دیگه. او چیه دستت نفس؟ خب اینم واسه دفاع کردن از خودم توی اون تاریکی دیگه. بقیه چه غلطی میکردن تو میدون؟ خب منم بیخوابی زده بود و سرم اینم سلاح شخصیم بی. منم که یاور تغلوش اصلا شبا تا قدم نوزنم خوابم نبره، مخصوصا که امشبم هوا مهتاب قشنگی داشتم. منم داشتم راه ور رفتم که از طبیعت شب الهام بگیرم تا صبح بتونم از خودم شعر در بکنم. منم که ولی اینجوری نبیدم. من داشتم و آمدم راجع به یه موضوع مهمی یه چیزی به شما بگویم، اینا دستگیرم بکرد. خب بگو چی میخواستی بگی؟ بگو. ای جلوه دیگران نوشت چه خصوصیه راجع به بوزه.
سرجوخا بله قربان ببرره همه رو بندازیم بیرون. بچوکید بیرون بچوک یلا خب حالا بگو شما اینجا چه غلطی میکنی؟ مگه نمیگم همه برم بیرون؟ خب برم بیرون دیگه. بگو ببینم چیه؟ من ودانم که ای بوزه کی و دزدیدم. کی و دزدیدم؟ من خودم به چشم ودیدم. ماجرا از ای دیروز صبح شروع شد. دیروز صبح من احساس کردم قیافه کیوون خیلی مشکوک شده. برای همین دیدم که رفته توی حیات او خانه قدیمی من قایم و شده. صبح که میخواست از خانه ورد ویرون من هم دنبالش راه ویفتم. من همی جور سایه به سایش ورفتم، اما انقدر به فکر انجام دادن نقشه پلید خودش بید که هیچی نودید. حتی یکی دوبار ور بگشت پشت سرشم نگاه وکرد ولی من نودید. وقتی به میدان ورسید یه دفعه پرید وسط حوض. آب حوضه قبلا خالی و کرده بید. بعد رفت بوزه گرفت شروع و کرد به تکان دادن او بوزه بیچاره که اونو از جاش وکنه. وقتی ودیدم ای بیچشم رو ای داره بوزه عزیز ما را از جا در ویاره. سینمو سطل کردم رفتم جلو. تو چی کار داری وکنی؟ تو اینجا چی کار بکنی؟ من میخواستم که خواهش وکنم ای بوزه نودش. برو کنار. هیچ کس نبتونه مانع این کار من وشه. برو. تو هر کاری بخوای وکن ولی ای بوزه نودوز. من خواهش وکنم نوشه. هیچ کس نبتونه مانع کشیدن نقشه شوم من وشه. من این نقشه رو عملی وکنم. برو کنار مگر نه وکشمت. من وکش ولی ای بوزه نور. نوشه. گفتم از سر راه من برو کنار. وقت ای جانی خطرناک به خاطر یه بز میخواست جان من یعنی یه انسان بیگناه وگیرد. عجب مسئله داره از ابهام در میاد نفس. بعد من بهش گفتم من خواهش وکنم ای کارو نوکن. گفتم من وکش ای بزن نوبر. گوش نوکرد. من از شما خواهش ودارم که ایت به سزای اعمالش ورسونید و کل بالا برری ها را تنبیه وکنید. تو نمیخوای در زدن یاد بگیری نکبر؟ آقا گفتم الان یه کار مهمی داشته میدم نخواستم وقت رو بگیرم دیگه. جون بکن ببینم چیه. این کیوون تمام بازداشتگاه وزش رو سرش. ایوه بدونه ایوه خواد که در مجازاتش تخفیف قائل بشید اما این نوشید. کسی از شما نظر خواهد؟ کسی از شما سوال پرسید؟ پس ببند حلقتا. بار بردار بیار ببین چی میگه. گفته بوزا ودونه کی بدزدیده. کیوون ویا کیوون اینا بیا. ای حالا وقت اعتراف وکنه. ای حالا وقت اعتراف. چی میگی تو حالا؟ جناب تغرل وخوام یه حقایقی رو براتون روشن وکنم. باید حقایقی رو بر من روشن وکن. آخه جلوی این متهم نباشی. تو بوزه دزدیدی من متهمم. دزد. شما پاشو برو بیرون ببینم. و پاش. بگو. دیروز صبح نشسته بودم لب حوض که یهویی همینطور که من نشسته بیدم و به اطرافم نگاه وکردم یک دفعه ودیدم که شیر فرهاد داره ویاد. به بز نگاه وکرد و چه کار داری وکنی پسرم؟ دارم ای بز و دزدم. این چه مسخره بازی ها؟ این قضیه بزن بر ما دولابه شده ها. واقعا شما جفت شما مدعی هستین که همدیگر موقع دزدیده شدن بز دیدین، در صورتی که یک دونه بز دزدیده شده.
اگر جفت شما بز دزدیدین یعنی 2 تا بز دزدیده شدن. اون بز دیگه کجا میده که من ندیدم؟ خب شیر فرهاد به شما دروغ وگفته، هر 2 تا بز خودش ودزدیده. نمیفهمه این نمیفهم. میگم 1 دونه بز بیشتر نبیده. حالا اگه فهمید ببندین شتا. شیر فرهاد صدا کو بیاد تو. اتفاق قربان من خودم ودیدم وقتی که داشت اون یکی بزو ودزدید. این اعتراف کردی؟ ببند حلقتا. شما ایشونه کی دیدی که بز دزدیده؟ من دیروز صبح. دروغ وگوه، من خودم ودیدم دیروز صبح این داشت بزه رو ودزدید. پس هر دوی شما مدعی هستین که دیروز صبح همدیگر رو دیدین که داره بزه میدزده. من زودتر ودیدم. به آخه کتا کله های شمپیت چرمت خلمو که بدپوز. من چی دارم میگم شما چی داری میگی؟ 1 دروغ میگید که به این زودی برملا نشه. خب بز که تا دیشب توی میدون بوده هیچ که همون رو ندزدیده میده. چیز ای من وگوهم یادم آمد الان. من دیشب دیدم ای کیوانو دم ای بز. دیشب این دروغ وگوه، من خودم دیشب ودیدم این دیشب بزه رو ودزدید. بس ببنده حلقتون. سرجوخه قربان این 2 تا رو بنداز تو بازداشتگاه بغل بقیه. بعدم همه رو تحت الحفظ بیار تو میدون. میخوام براشون نوت کنم. چی گفته ولی حرف ساکت. ما از پایه مجسمه بز و این لبه حوض انگشت نگاری کردیم و اثر انگشت همه شما کتکله ها توش بوده. حالا یا متهم به ما معرفی بکنی یا به شدیدترین وجه ممکن با شما برخورد میشه. گوش فکر یاور، گوش فکر. خیلی جدی بگویم این کار بالا برره یا بیده. ما در پایین برره دوز نداریم جیگر. اتفاقا تا حالا هر کی دزدی شده کار پایین برره یا بوده. من گفته باشم یا من این حرف حلیم نیستم. من باید 1 متهم به مرکز معرفی بکنم وگرنه اینجا بخش بشو نمیشه. یکی به من معرفی بکنید وگرنه همه تون من معرفی میکنم به مرکز. گفته باشم من بگوام این کیانوشه رو متهم معرفی بکنید وره دیگه. اینجا نبید همه کاسه کوزه رو وحش سرش خراب کرد. ما هم بریم دنبال کارمون نه. آقا جان الان مهمتر از متهم خود کربازه. باید مجسمه و کربازه پیدا بکنین. اون بز 7000 ساله خیلی مهمه. اگر کس خودش آمد معرفی کرد که هیچی، اگر نه گفته باشم همه شما رو من معرفی میکنم به مرکز. بگید کی دزدیده؟ ما نبید. دزد آمده بید. دوز داره برگرد. بیا از شما در نکنم. کیانوش قربان و اینجا چه کار میکنی؟ کی برگشتی؟ بذارین اینجا. متشکرم. تو به چی برگشتی؟ سلام علیکم. بز با پای خودش اومده بود. این بز رو من دزدیدم. در واقع بعد از اینکه اون رفتار زشت کیوان و شیر فرهاد رو من دیدم تصمیم گرفتم از برره برم. و بعد دیدم که بدون اینکه زهرمو بریزم برم کار بیخودی دارم میکنم. گفتم که شب برم تو بیابون قایم شم. وقتی که شب همه اینجا خوابیدن بیام بز رو بدزدم برم. بعد که رفتم تهران نامه سحرناز به دستم رسید و خیلی پشیمون شدم. گفتم بز رو بیارم تحویل شما بدم و اینجا به خوبی و خوشی در کنار شما زندگی کنم. صبر کن ببینم. صبر کن. سحرناز براتون نامه نوشته؟ بله. من سحرناز رو وکشم. نه خیر، کسی حق تعرض به کیانوش نداره. گفته باشم چون خودش بز آورده آزادم میتونه بره. سرجوخه. بله قربان. این بزه ببرین بذارین تو ژاندارمری که کسی دیگه جرئت نکنه چپ بهش نگاه بکنه. قبل از اینکه در واقع آقایون زحمت بکشم من این بز رو در تهران که بردم بفروشم اونجا به من گفتن که این 7-8000 سال قدمت نداره. در واقع قدمتش حدوداً 5-6 سال هستش. واسه همین دیگه زحمت نکشیم بذارین وسط همین میدون باشه. این که دیگه ارزشی نداره. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه همین که گفتم دیگه. بله. خب پس اون باز 7000 ساله کجا هسته؟ اونو دیگه من نمیدونم. فقط اگه اونو فهمیدین خوشحال میشم زودتر از بقیه بنده بفهمم. بس دیگه قد مزه نریز شمپت. من 1 هفته وقت میدم که اون کرباز 7000 ساله رو پیدا بکنه وگرنه هر چی دیدین از چش خودتون دیدین. بره پیکرتون، بره خونه‌هاتون. شیر فرهاد کی بیده؟
آی شیر فرهاد با تو هم. ببخشید وجدانتون مثل این که کارتون دارن. الان حالا وقت ندارم، باشه یه وقت دیگه. شما خجالت نبکشین، الا با خیال راحت نشسته بیدین با هم بازی بکنین. خجالت برای چی؟ خب بازی بکنیم دیگه. چیه الان؟ به خاطر فکرایی که برای بز 7000 ساله تو کله هاتون بیدن. حالا ورو بعدا با هم تنها که وشدیم صحبت میکن. حالا جلوی دوتا چیز نکن. حالا اتفاقا من الان دارم بلند حرف بزنم که این دوتا هم بشنون، از خودشون خجالت بکشن. با تو هم کیوون میشنوی یا نه؟ ما قبول نداریم، اشتباه کردیم. ودانید این بز اگه 7000 سال که هیچی، 70000 سال هم قدمتش بید، اشتباه کردیم. ما راست آثار باستانی و تمدن ما قبول داریم که اشتباه کردیم. اگرش تو هم نوی آمدی ما خودمان، یعنی من میخواستم اینا به اینا وگوهم. به من چه ربطی داره؟ من که شما دیدین خود بزو برگردوندم. بله برگردوندی برای اینکه فهمیدی این بز تقلبی بیده. اگه همون بز 7000 ساله هم بید برمیگردوندی؟ 100% من بز رو به خاطر بز بودنش برگردوندم، نه به خاطر خدمتش. بله. این مطمئنی؟ بله. پا وزارید بهتون بگویم. حالا ورو بزا به کار و زندگی من برسیم. بله. پس وزارین بهتون بگویم بز 7000 ساله کجا بیدن. چند سال پیش یه عده اومدن بز 7000 ساله رو کندن که ودزدن، ولی اون موقع نبتونستن و برنش. همی بغل چال اسکندرون خاکش کردن که بعدن بیان ببرنش. او بز الان پیش چال اسکندرون زیر خاک بیده. ای خاک بر سر چرمنگتان کن.